وسیله از وسایل استعمار چی است؟ تخریب سنگر عقیده هست. و امروز ما و شما با چشم خود میبینیم عقیده را از بین میبره. تخریب سنگر عقیده را چه قسم از بین میبره؟ اندیشه اسلامی را میخواه که روز به روز از بین برده بره. و وقتی که اندیشه اسلامی از بین رفت، عقیده اسلامی در بین مسلمان ها از بین رفت و سنگر اساسی علامه محمد قطب رحمه الله که یک ماه پیش وفات کرد، او یک مثال بسیار خوبی برازی میده. او چی میگه؟ میگه انسان مسلمان 3 سنگر داره. انسان مسلمان 3 سنگر داره. سنگر اولش وطنش است. بعضی اوقات استعمار می وطنت میگیره. سنگر دومش خود جسم انسان هست. بعضی اوقات استعمار می مثل که امیه ابن خلف بلال حبشی رضی الله عنه را جسمش تحت تاثیر خود داشت و بالای شکم از سنگ میماند و او را در صحرا میخواباند و هر قسمه که میخواست جسد از او امو خشونت خود میکرد. لکن سومی سنگر مسلمان چی است؟ قلب مسلمان است. وقتی که قلبت تسلیم استعمار کردی و برای استعمار تسلیم شدی و به برنامه های استعمار تسلیم شد و امروز متاسفانه بسیاری از جوانای ما هستند که به غیر شعوری پشتونا به طرف پشتونیزم میرن، تاجیکا به طرف تاجیکیزم میرن، در اینجا در صف نماز استاد میشه ولی باز هم در اونمو برنامه های استعماری زنده‌باد و مرده‌باد اینمی جوان مسلمان. اینمی چی است که سومی سنگر خدا وطن خدا خو از دست داد، صلاحیت جسم خود نداریم، اما سومی سنگری که باقی مانده که حداقل قلب خود در تصرف خود داشته باشه. قلب ما هم با تسلیمی و با تایید استعمار قلب از دست رفت. بناهن بر از این مسلمان هیچ چیز نماند. عرصه سنگرش استعمار گرفت و از بین برد. و این خاطر یکی از برنامه های استعمار چی است؟ تخریب سنگر عقیده هست. برادر عزیز، در آخر الزمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که یک مسلمان صبح مسلمان میباشه دیگر کافر میشن، دیگر مسلمان میباشه صبح کافر میشن. علتش چی است؟ علتش چی است که خوب میفهمه که در اون جهت کفر است، بیدینی هست، محبت با کفار است، تایید کفار است، راه غیر اسلامی هست. لکن با وجودی از این هم استعمار با مانوری که اجرا کرده به شکل از اشکال با داخل کردن تعصبات و تعصبات مذهبی، تعصبات قومی، تعصبات رنگارنگ، بالاخره این خود به خود آماده میشه که بره در پالوی استعمار اسلام شود و بالاخره می قلب خود هم تسلیم استعمار بکنه. و می خاطر است که سنگر عقیده خراب شد و صبح یک نفر مسلمان است با 2 شعار زنده باد و مرده باد عقیده خود از دست میده. این مشکل است. یعنی کسی که عقیده اسلام درست نفهمه فوراً عقیدهش از پیشش میگیرن و یکی از وسایل از اونها هست تا وقتی که عقیده تو را از بین نبره استعمار سر تو حکومت کرده نمیتونه. ولی بسیاری وقتا بسیاری جوانا هستن که نمیفهمن، فکر میکنن والا من بسیار خوب نماز میخوانم. بعضی اوقات است که خوب نماز میخوانن، خوب بس به طریق سنت نماز میخوانن، لکن عقیدهش از بین رفته.